حتی سؤالهای ما رو هم نتونست عوض کنه و ما همچنان میگیم دست خدا بر سر ماست، خامنه ای به نمایندگی از تمام بانوانی که دل در گروه محور مقاومت دارد اومدن به تمام دنیا یک پیام دنیا بداند ما برای بستن پوتین مردان از جنگ جامانده به دنیا آمده ایم، نه برای بستن کربات تکنوکرات ها. برسد با مدد حضرت زینب کبری سلام الله علیها گره روسری‌های ما را محکم چادر به سر کرده و دوش به دوش